الله الرحمن الرحیم. امروز خواهران عزیز درس ما از درس تفسیر سوره عبسه می باشد. درباره سوره عبسه اولا آیات های اولی سوره عبسه درباره عبدالله ابن ام مکتوم می باشد که این نفر، این صحابی جلیل، خودشان کور بودن، چشمشان نمیدید و بار یک چند نفرانی آبروداری ثروتمند مکه به نزد پیامبر می آید و مانند ولید ابن مغیره و دیگرها، و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها در صحبت بودند و پیامبر می خواستند که آنها را به اسلام دعوت کنند، چون وقت سردار قوم، انسان‌های با آبرو به اسلام داخل می شود، پیروان آنها هم داخل می شود، با همین امید که اینها داخل اسلام شوند و هم شرشان کم شود و هم پیروان زیاد اسلام پیدا کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یک گروهی آبرومندان مکه وقتی صحبت میکردن، عبدالله ابن ام مکتوم که خودشان نابینا بودند به نزد پیامبر می آیند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال می دهند که ای محمد به من درباره وحی صحبت کن، به من این گو آن گو، و پیامبر یک کم ناراحت می شوند که ای کاش حاضر ابن ام مکتوم به من این سوال ها رو ندهد تا که من چیکار کنم، تا من با اینها مشغول شوم، یعنی کاش به من عبدالله این سوال هایش را ندهد. گفته ناراحتی پیامبر در چهره شان عیان می شود. وقتی که سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحتی خود را یا از این سوال عبدالله ابن مکتوم ناراحت شدنشان را اظهار میکنند، پروردگار پیامبرش را عتاب کرده این سوره را نازل میکند و الله میگوید عبس و تولا، چهرهش را ترش کرد یا ناراحتیش را عیان کرد و روی گردانید. نمیگد که ای محمد تو به عبدالله که بنده من و نابینا هست چرا چهرهت را ناراحت نشان دادی یا گفتیم روی ترش کردی و چرا روی گردانیدی؟ نه، با اسلوب غایب. این یک آداب قرآن است خواهران عزیز که پروردگار چی میگوید؟ ناراحتیش در چهرهش، عبوسیش یعنی گرفته، عبوس معنیش گرفته می باشد، چهرهش را گرفته کرد و روی گردانید. انجاءه الاعمى، وقتی به نزدش که آمد نابینا آمد. تصور کنید آیت به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده استاده است، اما وی گفته صحبت میکند، تو گفته نه. این چی گفتیم؟ این اخلاق قرآن است و این اسلوب زیباترین پروردگار است که تو چرا این کردی آن کردی. گفته نه و به پیامبرش با اسلوب غایبانه صحبت میکند که چهرهش را گرفته کرد و روی گردانید وقتی که به نزد او نابینا آمد. و ما یدریک لعله یزکه، بعد از این به خود پیامبر گپ میزند که ای پیامبر تو از کجا میدانی که این شاید که پاک شود از گناه ها، شاید هدایت یابد. یعنی اینجا شاید هدایت یابد به دو نفر برمیگردد، شاید به عبدالله ابن ام مکتوم که پروردگار میگد ای پیامبر تو چی میدانی که تو الان از پی هدایت مشرکان و اهل آبرو و ثروتمندان مکه هستی، از کجا میدانی که اینها هدایت مییابند؟ و این چنین ای محمد صلی الله علیه و سلم شاید ایمان همین عبدالله ابن مکتوم با برکت تر باشد از ایمان آن نفران. که بعد از آمدن همین آیت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از دور عبدالله ابن ام مکتوم را میدیدن دویده دستانشان را دراز کرده میگفتند خوش آمدی ای همانی که به خاطر تو پروردگار مرا عتاب کرد، ای همانی که خداوند به خاطر تو به من سوره عبسه را نازل کرد. و الله میگه و ما یدریک لعله یزکه او یذکر فتنفعه ذکر، شاید که از تو پند گیرد عبدالله و این پندش برای او کمک کند و از بهترین صحابه ها باشد که در حقیقت ابن ام مکتوم از بهترین صحابه های پیامبر گشته بودند و حتی پیامبر در دو جنگ بزرگ به جای خود در مدینه عبدالله را جانشین میکنند، اگرچه نابینا باشند هم میگویند وقتی من در مدینه نیستم تو
در مدینه به جای من جانشین میشوی. و بعضی از صحابه ها روایت ها هست که با اون چشم نابینا حتی به جهاد هم برآمده بودن. و خواهران عزیز، همین گونه آیت ها در قرآن کریم که از پی انسان هایی که ثروتمند هستند و آیا آنها هدایت مییابند و هدایت نمییابند نشو، بلکه تو همراه آنهای باش که آنها در ظاهرشان الکی در اعمالهایشان ایمانهایشان ثابت است یا اثبات شده است. مثلا در سوره انعام الله میگوید ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجه. در دوامش اصلا از پیش خود نران آنهایی که پروردگارشان را صبح و شام ذکر میکنند. یا الله میگه ولا تعد عینک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا، هرگز به خاطر آبرو در دنیا، هرگز به خاطر در دنیا همراه ثروتمندان و اهل طرف بودن یا گفتیم با آبرویان بودن، تو از کمبغلان و از بیچارگان روی نگردان، همراه آنهای باش که آنها چی هستند؟ همراه پروردگارشان، در ذکر پروردگار هستند. و این عبس و تولى چی بود؟ آیت بود، عتاب بود از نزد پروردگار به محمد صلی الله علیه و سلم که ای محمد اگرچه نابینا هست اما ایمان عبدالله ابن مکتوم برابر هزارها، یا گفتیم قدر این نابینا از هزار این مشرکانی که به اطراف تو جمع شدن و تو شاید اینها ایمان بیاورند، گویان امیدداری بهتر است. در دوامش الله میگوید اما من استغنى فانت له تصدى و ما علیک الا یزکى و اما من جاءک یسعى و هو یخشى فانت عنه تلهى. اما اونی که بای و ثروتمند است مانند ابو جهل و ولید ابن مغیره و اینها، فانت له تصدى، تو آنها را پیشواز میگیری، تو آنها را با چهره کشاد استقبال میکنی با امیدی که ایمان بیارن. و ما علیک الا یزکى، در حالی که هدایت آنها به دست تو نیست، آنهایی که با گمراهی یا گفتیم با گناههای خود غوطه کفر شرک شدن، هزار محمد بیاید، هزار موسی و عیسی بیاید، هم آنها ایمان نمی آورند، همان گونه که نه ولید ایمان آورد نه ابو جهل ایمان آورده بود. و اما من جاءک یسعى، و اما ای محمد وقتی پیش تو شتابان آمد، و هو یخشى، در حالی که او از الله خیلی میترسد، یعنی که عبدالله ابن ام مکتوم همون نابینا، فانت عنه تلهى، تو باشی از او روی گردانیدی، تو باشی به او اهمیت ندادی. یعنی با دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم را پروردگار چی میکند؟ چرا تو رویت را از این نابینا گردانیدی و چرا تو به خاطر اینکه شاید اینها ایمان بیاورند به او اهمیت ندادی؟ گویان عتاب میکند. و این یک درسی هست خواهران عزیز. بعضا ما یک نفر را به خاطر کمبغلیش، به خاطر یگان نقصانی که در زبان دارد، به خاطر چیزی دیگر عموما نادیده میگیریم، در حالی که شاید در نزد پروردگار آبروی او، مکانت او از هزار و یک ثروتمندانی که در اطرافمان هستند یا از خود ما بالا باشد. یعنی اصلا یک نفر مؤمن را به خاطر کمبغلیش، به خاطر نمود ظاهرش پس نگیرد. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پروردگار به خاطر همین نابینا عتاب کرد، کی میداند که من و شما را به خاطر کیها پروردگار عتاب نکند؟ در دوامش الله میگوید کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بایدی سفره کرام برره. اصلا این گونه نیست، یعنی اصلا این گونه نیست که هر یک ثروتمند و هر یک مشرک ایمان بیاورد. این گونه نیست. ایمان و هدایت نصیب نفرانی می شود که پروردگار آنها را هدایت می کند و پروردگار اسرا به بنده هایش ظلم نمی کند. آنهایی که لایق هدایت هستند پروردگار به آنها هدایت می دهد و آنهایی که پروردگار می داند که اینها لایق هدایت نیستند اصلا آنها را هدایت نمی کند. کلا انها تذکره، میگوید این قرآن، این صحیفه هایی که به تو می آید، این کلام پروردگارت یک پند است،
است برای هر کسی که میخواهد در حقیقت پند بگیرد و هر کسی که خداوند آنها را لایق پندگیری دانسته است. فی صحف مکرمه، در صحیفه های با احترام یا در صحیفه های اکرام شده، مرفوعت مطهره، و آن صحیفه ها در نزد پروردگار قدر بالا دارند و خیلی از تمام نمودی کمبودی و چرکنی و پلیدی ها پاک هستند. بی ایدی سفرا، و این صحیفه های قرآن به دست سفیران پروردگار هستند، یعنی به دست فرشته های پروردگار هستند. کرام بررا، فرشته هایی که هم در نزد پروردگار آبروی خود را دارند و هم آنها همیشه در اطاعت پروردگار هستند. یعنی اینجا خداوند در این آیت ها خواهران عزیز به ما تعریف از قرآنش می کند که قرآن پند است برای کسی که پند می خواهد. قرآن ذکر است، قرآن تذکر است، قرآن راهنما هست برای آنهایی که از الله می ترسند، نه برای آنهایی که به خاطر منازعه و جدال و تلاش ها قرآن میخوانند، نه به آنهایی که آنها از پی آبرو و عزت دنیا هستند. نه، قرآن پند است به آنی که در حقیقت او میخواهد رستگار باشد، از بنده های الله باشد. و الله درباره فرشته هایی که قرآن به دست آنها و به واسطه آنها همچون سفیر پروردگار و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکند که میگوید آنها چی هستند؟ بی ایدی سفرا کرام بررا. در دوامش الله میگوید قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره. الله میگوید که لعنت شود انسان، یا که لعنت الله باد به هر انسانی که کفر میورزد. لعنت من هست به هر نفری که او دیده و دانسته میداند که خود را خلق نکرده است، میداند که او آفریدگار داند، میداند که زمین و آسمان بیهوده پیدا نشده است و از خود پیدا نشده است، باز سرکشی میکند. الله لعنت میکند کافران را. در دوامش میگوید تو که کفر میورزی و بالاترین نمود تکبر این کفر ورزیدن به پروردگار است و خالق خود را نشناختن است. الله میگه من ای شیء خلقه، شما از چی آفریده شده اید که این گونه تکبر میکنید؟ من نطفه خلقه فقدره، ساخت تو از یک نطفه است، از یک آبی پلید چرکین است که به بدن تو رسید، تو آن را میشویی، ولی پروردگار با آن قدرت خود تو را از همان نطفه یا از همان آبی بیقدر آفرید، سپس تو را کاملا خلق کرد، به تو چشم و بینی و دهان و دل و دست و پا داد. ثم السبیل یسره، تو را در شکم مادر از آن نطفه خلق کرد و راهی برآمدن تو را به این دنیا آسان کرد. و خواهران عزیز که اینجا تقریبا اکثریت مادر هستید، خود تولد شدن کودک یا پیدا شدن کودک در شکم مادر و تولد شدن او و هنوز تولد نشده پیدا شدن شیر در بدن مادر، اینها اگر متفکرانه یا گفتیم چقورتر نگاه کنیم، همش فقط قدرت الله هست و چگونه پروردگار یک انسان را از آن راهی تنگ چگونه به دنیا می آورد. و من و شما میگید یک بار نگاه کنید من چگونه شما را در شکم مادر خلق کردم. آیا شما خود را خلق کردید؟ آیا شما خود به دنیا آمدید؟ یا که راهی برآمدن شما به دنیا را من آسان کردم و ساختن شما ان نطفه این کار دست من بود. ثم اماته فاقبره، وقتی که میمیرید شما را من داخل خاک میکنم تا جسم شما تومه یا خوراک حیوان و پرنده ها نشود. ثم اذا شاء انشره، سپس وقتی خواستم از آن قبرها باز شما را بیرون میکنم. یعنی الله میگوید من همان پروردگاری هستم که تو نبودی، از یک آب بیقدر تو را ساختم، از شکم مادر به این دنیا آوردم و باز تو را زیر خاک میکنم و من قدرت دارم که تو را از نو زنده کنم. پس به خود آی، یعنی به من برگرد، از پی اطاعت من باش. کلا لما یقض ما امره، الله میگوید لیکن با این همه قدرت هایی که من دارم، با این همه
نعمت هایی که من به انسان ها دادم باز گفته مرا انجام نمیدهند. در حقیقت خواهران عزیز خیلی خیلی از بنده ها کم هستند که از پی عبادت و گفته های الله باشند. اکثریت رو میبینید که اتخذ هواه و اله و هوای خود را یا گفتیم خواسته های خود را، لذت های خود را برای خود خدا گرفته است و همیشه از پی دنیای خود است. در دوامش وقت پروردگار درباره آفریده شدن من و شما صحبت کرد، اکنون برای من و شما چگونه ما را در دنیا طعام دادن و چگونه رزق ما به دست الله بودن را میفهماند. الله در آیت 24 میگوید فلینظر الانسان الی طعامی انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکهة و عبا متاعا لکم و لانعامکم. الله میگوید ای انسان ها یک به خوراک خود نگاه کنید. این من هستم که به شمایان از بالا باران را نازل کردم، باران و برف و شبنم، و اگر باران نباشد شما هیچ چیز خورده نمیتوانید. یعنی باران سبب رزق اساسی شما هست. شما به میوه هایی که میخورید، سبزواتی که میخورید، به گوشت و به شیری که از حیوان میخورید یک نگاه کنید که سبب همه اینها چی است؟ بارانی که من به شما از آسمان نازل میکنم. الله میگن من از آسمان برای شما باران نازل کردم، سپس با آن آسمان زمین را شکافتم و از آن زمین انبتنا فیها حبا نمودهای دانه را، دانه گندم و جو و برنج را رویانیدم و عنب و قضبا بجز دانه ها برای شما من میوه‌جات یعنی عنب، انگور و قضبا و نمود سبزوات در روایت دیگر میوه هایی که از درخت شما کنده میخورید برای شما رویانیدم و زیتون و نخله و این چونین برای شما زیتون که زیتون اساسا در دولت های عرب مشهور است. خواهران عزیز در ما در آسیای میانه و تاجیکستان تقریبا چه از خود میوه زیتون باشد چه از روغن زیتون کم استفاده میکنن که در بورش در سوره والتین و زیتون گفته گذشته بودیم و در قرآن خیلی کلمه زیتون زیاد می آید برای اون که روغن نیست و گویا معجزه هست، خیلی فایده های زیاد دارد و الله میگوید من برای شما باز چه زیتون و این چونین درخت های خرما رو رویانیدم و حدائق غلبه و باغ هایی که درخت های خرد و کلان و سرسبز دارند و فاکهة و عبا و این چونین برای شما نمودهای میوگی و نمودهای رستنی رویانیدم برای حیوانهایتان متاعا لکم و لانعامکم. اینها همه هم خوراکه برای شما هستند هم برای حیوانهایتان. یعنی الله میگوید یک به خود آید، یک ببینید که من برای شما چی ها کردم تا که شما قدر مرا دانید، تا که شما به قدر نعمت ها برسید. هر چیزی که میخوری، هر چیزی که میپوشی، هر نفسی که میکشی، هر قدمی که میزنی، اینها همش به فضل پروردگار است، به رحمت پروردگار است. اگر الله یکی از اینها را از تو بگیرد، یکی فقط باران را از شما بگیرد، نه حیوانهای شما زنده میمانند نه خود شما زنده میمانید. و باز پروردگار میخواهد ما به اطرافمان، به دنیایی که زندگی میکنیم، به طعامی که میخوریم خواهران عزیز با چشم عبرت نگاه کنیم، با بصیرت، فقط با یک دیدن و خوردن نه، با چشم بصیرت و عقل نگاه کنیم و به قدر این صاحب نعمت برسیم. اکنون در دوامش وقتی که پروردگار از متاع دنیا به ما گفت، از خوردنی ها گفت، برمیگرداند من و شما را به حیات آخرت که این همه خیلی حیات زودگذر است. شما ببینید در آخرت چی می شود. الله میگوید فاذا جاءت الصاخه، اما وقتی که روز قیامت برپا شد، یکی از نامهای روز قیامت صاخه می باشد. صاخه یعنی فریاد، فریاد زدن، صدای بلند، بانگ، چون در آن روز از سور صدای بلند می شود. یوم یفر المرء من اخیه، آن روز
انسان از برادر خود می گریزد و امهی و ابی و حتی از مادر و از پدر خود می گریزد و صاحبته و بنی و حتی از همسر و از فرزند خود می گریزد. نمی خواهد با پدرش روبرو شود، نمی خواهد با مادرش روبرو شود، نمی خواهد با برادرش حتی با زن و همسرش روبرو شود. چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، چون هر کس آن روز کار دارد، هر کس آن روز مشغول خودش می باشد. و وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست درباره اینکه در آن روز مردم عریان از قبرها بیدار میشوند صحبت میکنند. حضرت عایشه میگویند یا رسول الله چه خیل میشود مرد و زن عریان؟ پیامبر میگویند ای عایشه آن روز روزی نیست که تو با عورت کسی نگاه کنی، با بدن عریان کسی نگاه کنی. آن روز همه مشغول درد خود است. و پروردگار میگوید مایان خواهران عزیز، اکثریت گناهایی که در دنیا میکنیم به خاطر نزدیکانمون است، به خاطر برادرم، خواهرم، شوهرم، فرزندم، پدرم، مادرم. خیلی زیاد ما فراموش میکنیم حق الله را. وقتی که جگربندمون یا اینکه گفتیم یکی از نزدیکانمون در چیزی هستند، کم نیستند خواهرانی که به گناه ها دست زدن به خاطر خویش و تبار و نزدیکان، کم نیستند برادرانی که به یگان کاری ثواب دست زدن نمیتوانند به خاطر خویش و تبار. الله میگوید از اینها از همش آن روز تو فرار میکنی، از همه آنها آن روز تو بیزار هستی برای اینکه مشغول حالت خودت هستی. ولی در دوامش الله چی میگوید؟ وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة. اما آن روز روزی هست که بعضی چهره ها مسفره یعنی نورانی هستند. در آن روز چهره های هم هست که نه از غم، از خرسندی که این روز آمد، این روزی که ما انتظارش بودیم، این روزی که برای آن صبر کردیم و زندگی کردیم آمدگویان، چهره های در آن روز خیلی نورانی هستند. ضاحکة مستبشرة، در چهره های آنها خنده و بشارت را میبینی، همدیگر را خبر خوش میدهند از اینکه جنت و داخل شدن به آن وطن نزدیک است. و در دوامش میگوید اما و وجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرة الفجرة. اما در آن روز چهره های هستند که غبار آلوده و سیاه و غمگین و خسته شده. و این چهره های آنهایی هست که در دنیا کفر ورزیدن، از پای گناه بودن، فجرا غرق گناه ها بودن. یعنی فاجر گفته انسان گناهگار رو میگویند، کافر گفته آنی که به الله کفر میورزد. پروردگار میگوید چهره مؤمنان آن روز پر از نور است، در چهره آنها خبری خوش و مژده هست. اما چهره کافران چه است؟ در آن روز سیب سیاه هست و از ترس وجود آنها را فرا گرفته است. این بود خواهران عزیز تفسیر سوره عبسه. الحمدلله که به پایانش رسیدیم. پروردگار ما و شما را در آن روز از جمله نفران کند که وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة باشیم و همدیگر را بشارت دهیم که انا این روز آمد، همون روزی که در تفسیر در بارش میخواندیم، برای او آمادگی میگرفتیم و از عذاب آن روز به الله پناه میبردیم.